اگر موفق به نصب درایور USB ASP نشدین و بهتون همچین اخطاری داد، باید مجوز درایور سیگنچر رو غیر فعال کنید. برای این کار از منوی استارت وارد ستینگ میشیم، گزینه آپدیت اند سکیوریتی رو انتخاب میکنیم، روی ریکاوری کلیک میکنیم، در قسمت ادوانس استارتاپ روی ریستارت ناو کلیک میکنیم و صبر میکنیم تا سیستممون بالا بیاد. سپس گزینه ترابل شات و ادوانس آپشن رو انتخاب میکنیم، روی استارت آپ ستینگ کلیک میکنیم و روی ریستارت کلیک میکنیم تا سیستممون راه اندازی مجدد بشه. پس از راه اندازی سیستم با فشردن عدد 7 در قسمت بالای کیبورد درایور سیگنچر رو غیر فعال میکنیم و صبر میکنیم تا سیستممون ریستارت و راه اندازی مجدد بشه تا بتونیم درایور رو نصب کنیم. سپس از طریق دیوایس منیجر اقدام به نصب درایور میکنیم. توجه داشته باشید که موقع نصب درایور همچین اخطاری بهتون نشون میده که برای نصب درایور باید گزینه دوم یعنی اینستال دیسک درایور رو انتخاب کنید.